سلام. عموی دوستم ساکن یکی از شهرستان‌های اطراف قزوین حدود 40 داشت. سر حال و سالم و شاداب، حتی لب به سیگار نمیزد. متأهل بود با مینیبوسی که داشت هر روز مسافرها رو به مسیری که از وسط چند روستا رد میشد میبرد. مسافرها تو مسیر روستاها یا مزارع اطراف جاده پیاده میشدند. گاهی هم مسیر کوتاهی رو وسط جاده سوار مینیبوس می شدند. عادت داشت گاهی با مسافرها سر مسائل روز بحث کنه. بعضی اوقات هم رابطش با مسافرها فقط تبادل لبخند بود. بیشتر زندگیشو به رانندگی گذرانده بود. خیلی واقع بین بود و برای آسایش خانواده‌اش تلاش میکرد. پسر 17 ساله یکی از اقوام شاگردش بود که کرایه ها رو جمع میکرد، در رو باز میکرد یا برای مسافرها آب میبرد. با این وصف زندگیش به آرومی پیش میرفت. اون صبح پاییزی شاگردش زنگ زد که به خاطر بیماری مادرش نمیتونه بیاد راننده. بعد از خوردن صبحانه به طرف گاراژ رفت و مینیبوس رو بیرون آورد. گرچه رانندگی تو هوای سرد چندان خوشایند نبود، به خصوص که امروز شاگردش هم نیومده بود. ماشین رو همون جای همیشگی پارک کرد و منتظر موند تک تک مسافرها سوار شن. طبق معمول وقتی تعداد مسافرها به حد نصاب رسید، مینیبوس رو روشن کرد و به راه افتاد. بعد از اینکه بین راه هم چند نفر رو سوار کرد، از آینه جلو متوجه پیرمرد خیلی سال خورده و ضعیفی شد که تمام مدت بهش زل زده بود و اونو از آینه جلوی ماشین میپایید. از اونجا که اواخر پاییز بود و مسافرهای روستا کمتر شده بودند، مردم یکی یکی پیاده شدند. دیگه جز اون پیرمرد و راننده کسی تو ماشین نبود و پیرمرد اومد ردیف جلو نشست. راننده نمیدونست کجا باید پیرمرد رو پیاده کنه. هنوز تا آخرین ده خیلی مونده بود. نگاه خیره پیرمرد آزردهنده بود. راننده از پیرمرد پرسید: عمو کجا میری؟ پیرمرد که از اول مسیر یک کلمه هم حرف نزده بود جوابی نداد. راننده بی اعتنا به پیرمرد به رانندگیش ادامه داد. تو مسیری بودند که فقط دشت بکر بود. هنوز چند کیلومتر تا نزدیکترین ده باقی مونده بود که پیرمرد ایستاد. راننده به خیال اینکه پیرمرد میخواد پیاده شه بلند شد و در مینیبوس رو باز کرد. پیرمرد پول کرایه رو روی صندلی کنار راننده گذاشت. موقع پیاده شدن بود که راننده متوجه سمهای پیرمرد جنی شد و خشکش زد. وقتی پیرمرد جن آخرین نگاه رو به راننده انداخت و چهره واقعیش با خباثت نمایش داد، قلب راننده بیچاره که تحمل این شوک عصبی رو نداشت ایستاد و در جا سکته کرد. خدا میدونه چند ساعت راننده نگون بخت سکته کرده و تو اون سرما کف ماشین بیهوش بود. بالاخره یکی از روستایی ها که با موتور رد میشد متوجه مینیبوس شد. وقتی دید نمیتونه اونو به هوش بیاره، اونو به بیمارستان رسوند. فردای اون روز راننده تو بخش CCU به هوش اومد و با لکنت زبان و بدبختی اون چرا که دیده بود تعریف کرد. تا 5 روز بعد به خاطر حال و وخیمش توی CCU بود و روز 6 به علت نامعلوم دوباره سکته کرد و دار فانی رو ودا گفت.